اونایی که دستشون میلرزه. دیدی طرف مثلا 20 سالشه، 21 سالشه، 22 سالشه، جوونه، اول مسیر زندگیشه، دستشو نمیتونه ثابت نگه داره. بعضی وقتا تو زندگی وقتی حرف نزنیم، وقتی برون ریزی نتونیم بکنیم، یه جاییمون به حرف میاد دیگه. این لرزش دسته همون حرفاییه که نتونستیم بزنیم. آدمایی که دستشون میلرزه داستانی در زندگیشون داشتن که این داستان رو اگر ما در کتاب‌ها بنویسیم میگن آقا چطور ممکنه یه نفر یه همچین داستانی داشته باشه، مگه هالیووده؟ آدمایی که دستشون میلرزه داستان‌های زندگیشون عموما فراتر از هالیووده. یعنی یه چیزایی رو تجربه کردن که خیلی از آدم‌ها توان مقابله باهاش رو ندارن. به خاطر همینه که میگم عموما آدم‌های قوی هستن. همین که سرپان، همین که هنوز دارن زندگی میکنن با این شرایط، نشان از قدرت این آدم است. باید به این آدم بگیم دمتون گرم که یه همچین داستان‌هایی در زندگیتون داشتید ولی هنوز دارید ادامه میدید و زندگی میکنید.